بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. ای خدا، مرا در این روز از آنانی که بر تو توکل کنند و نزد تو سعادت یابند و از مقربان و نزدیکان درگاه تو باشند قرار ده. به حق احسانت ای نهایت آرزو طلب کنندگان.